شرکت مسافربری الیانس آفتو در ولایت مسکو 40 راننده تاجیک را از کار جواب داد. مسئولین این شرکت میگویند از کارگران درخواست شد که از 15 ایول دیگر به کار نآیند. روسیه قانون درباره بی‌خطری حرکت در راه را تغییر داد که تا آخر ماه ایول سال 2017 شهروندان تاجیکستان را از حق رانندگی با سند تاجیکی محروم میکند. تا این مدت هزارها راننده تاجیک باید در مکتب‌های رانندگی امتحان سپرده سند روسی دریافت می‌کردند. تاکسیران‌هایی که حالا از کار آزاد شدند میگویند برخی آنها برای گرفتن شهادتنامه رانندگی روسیه مراجعت کرده ولی پاسخ رد گرفتند. برخی دیگر بنابر گران بودن ارزش این حجت برای گرفتن آن تلاش نکردند. موافقی درجه رانندگی ارزش شهادتنامه برای رانندگان خارجی از 25 تا 90 هزار روبل ارزش دارد. سعید موسویف کارمند 34 ساله شرکت الیانس آفتو روزی 19 ایول بر رادیو آزادی گفت از اول سال با همراهان دیگرش برای گرفتن حجت رانندگی روسیه تلاش کرد اما موفق نشد. تاجیکستان عزیزمون بریم برادر. اول کاروش گرفتیم برادر، امی زیاده برادر گرفته. گفتن که کاروش қалбакӣ биромадааст. Ҳафтан агай получат кадиам травара, черамно қалбакӣ биромадааст. Короче, маблағ камтар мода мушкилтар шид, вақти мо ниязиди намара махтам карданда, камтар метарсем озида, ами барои трава кардан. از روی قانون شهروندان تاجیکستان مثل هر خارجی دیگر حق دارند در قلمرو روسیه امتحان سپارند و سند رانندگی دریافت کنند. اما مقامات چنین درخواست‌ها را با هر بهانه رد می‌کند. تاکسیران‌های تاجیکی که حالا کارشان را در روسیه از دست دادند از 8 تا 12 سال سابقه کاری دارند. عزت الله شریفов تاکسیران 45 ساله تاجیک میگوید طریق پتنت کار میکرد و تا 50,000 روبل معاش میگرفت. او گفت نه سموجو میریم ابراشات میکنیم نمیگیرن گپ مورا چهل نمیگیرن گپی مورا ما میریم ابراشات میکنیم با امو автошкола میگن که ما حال اجازت نداریم که امیگرانت‌ها را برخی دیگر از تاکسیران‌های تاجیک میگویند بنابر گران بودن نرخ شهادتنامه از گرفتن آن دست کشیدند. با دلایل‌های گوناگون از 40 تاکسیران تاجیکی شرکت الیانس آفتوی ولایت مسکو هیچ نفر برای گرفتن حجت رانندگی روسی تا حال موفق نشده است. ویتالی ولاسنکو رهبر شرکت الیانس آفتو روزی 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی از راننده‌های تاجیک که تا 15 ایول کار می‌کردند توصیف کرد و گفت خیلی متاسف است که آنها را از دست داد. او گفت حالا 40 ماشینی که تاجیکان رانندگی می‌کردند بیکار خوابیده است. بر اساس قانون روسیه درباره بی‌خطری حرکت در راه هر شرکتی که در آن شهروند خارجی بدون حجت رانندگی روسی کار می‌کند 50,000 روبل جریمه می‌شود. از این رو ویتالی ولاسنکو گفت بر اساس این قانون نمی‌توانست راننده‌های تاجیک را کار بفرماید. آماری رسمی وجود ندارد که در روسیه چقدر از شهروندان تاجیکستان راننده تاکسی هستند. طبق آمار سازمان‌های جمعیتی کار با مهاجران شماره تاکسیران‌های تاجیک بیش از 3000 نفر گفته می‌شود که تا آخر ماه ایول سرنوشتشان باید حل شود. تا آخر ماه ایول حق رانندگی به شهروندان تاجیکستان با شهادتنامه رانندگی تاجیکی کاملا ممنوع می‌شود.